سلام دوستان، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای آموزشی دیگر از چینل دکتیو ایشیا با من حمیده مجیدزاده. پیش از اینکه آموزش دوستان آغاز بکنیم، ما شما دوستان خواهش می‌کنیم تا چینل دکتیو ایشیا را سابسکرایب کنین. موضوعی را که دوستان امروز کار میکنیم این است که فایل پی دی اف چطور میتوانیم به فرمت ورد تبدیل کنیم. خب دوستان، قبلا اینجا یک فایل به فرمت پی دی اف سیو کردیم و میخوایم دی فایل تغییرات بیارم، باید به فرمت ورد تبدیل کنیم که ما میتوانیم از اینترنت استفاده کنیم. خب میایم در گوگل کروم. خب دوستان، در سرچ باکس گوگل پی دی اف آنلاین نوشته میکنیم. خب دوستان، برای پی دی اف آنلاین کلیک میکنیم. در اینجا یه صفحه که باز شد دو آپشن داره. زمانی که شما بخواین پی دی اف به فرمت ورد تبدیل کنیم و یا ورد به پی دی اف. چون ما میخوایم که پی دی اف به فرمت ورد تبدیل کنیم، انتخاب شدگی است. خب دوستان، بالای آپشن اپلود د فایل تو کانورت کلیک میکنیم. از اینجا ما میخوایم در کجا فایل خودم ما سیو کردیم، بالای حساب کلیک میکنیم. فایل خود انتخاب و اوپن میگیم. خب دی قسمت هر قدر که حجم از فایل ما کمتر باشه، فایل ما زودتر اپلود میشه. اگر حجمش بیشتر باشه، زمان پروسس وقت زیاده در بر میگیره. خب دوستان، صفحه فایل پی دی اف باز شد و از این قسمت ما میخوایم دانلود بگوییم که به فرمت ورد باز شود. خب دوستان، بالای دانلود زمان که ما کلیک کردیم، اینجا دانلود ورد فایل ما کلیک میکنیم. از اینجا فایل ورد ما دانلود میشه و از اینجا کلیک میکنیم. فایل را که به فرمت پی دی اف ما سیو کرده بودیم به فرمت ورد باز شد. خب دوستان، از این قسمت ما میتوانیم هر نوع تغییرات بالای فایل خود بیاوریم. مثلا قبلا در پی دی اف ما تغییرات آورده نمیتونستیم، ولی حالا ما میتونیم هر نوع تغییرات بیاوریم. خب دوستان، این بود برنامه امروزی ما. خدا کنه یک چیزای یاد گرفته باشین تا یکی از ویدیوهای دیگر ما. خدا نگهدار.